بسم الله الرحمن الرحیم. خب بریم ادامه بحث محاسبه دامنه و برد توابع رو با هم بررسی بکنیم. دو تا مثال جلسه قبل کار کردیم که حالا میخوام اون دو تا مثال رو خیلی بیشتر بازش بکنم، بستش بدم که ببینیم فرقشون چی بود. خب مثلا یه مثال این بود که f(x) بود 3 به اضافه 4 منهای x. گفتیم برد و دامنه اینو تعیین کنیم. برای دامنش که مشخصه باید زیر رادیکال همیشه بزرگتر مساوی 0 بشه و x کوچکتر مساوی 4. برای بردش اومدیم گفتیم آقا این رادیکاله همیشه بزرگتر مساوی 0. حالا سعی میکنیم خود تابع رو بسازیم، یعنی اصلا ما وقتی میخوایم برد رو پیدا کنیم سعی میکنیم تابع رو بسازیم، ببینیم خود تابع، مقدار تابع چه محدوده یا بازه‌ایه. چون وقتی که ما میخوایم من از میکروفون رو وصل نکردم و دارم درس میدم، حافظمون دیگه داغون داره میشه، پیریه دیگه. خب امیدوارم حالا قسمت قبلی صدا اومده باشه. خب برد گفتیم میایم چیکار میکنیم؟ میایم این تابع رو میسازیم. چون برد چیه؟ برد مقادیر تابع دیگه، درسته؟ اون مؤلفه های دوم زوج مرتب ها بود، مقدارهای تابع. پس باید ببینیم مقدار خود تابع در چه محدوده ایه. پس میایم به طرف این یه 3 جمع میکنیم. 3 به اضافه رادیکال 4 منهای x بزرگتر مساوی 3 و میومدیم میگفتیم آقا برد این هستش از 3 تا مثبت بی‌نهایت. بعد یه تابع دیگه مثال زدیم، تابع gx مساوی هستش با 3 به اضافه 4 منهای x به توان 2. 4 منهای x به توان 2. خب دامنش میشه چی؟ البته این اسم تابع رو جی گذاشتیم دیگه. اسم تابع رو هر چی دلمون میخواد میتونیم بذاریم، جی ام اچ، اسم دیگه خیلی چیز مهمی نیست. خب دی جی میشه 4 منهای x به توان 2 بزرگتر مساوی 0. خب قاعدتا اینجا بخوایم ذهنی هم تعیین علامتش بکنیم، دامنه جی میشه منفی 2 2، چون بین دو ریشه مخالف علامت ضریب x به توان 2. ضریب x به توان 2 علامتش منفیه، بین دو ریشه میشه مثبت و ما هم مثبتش رو میخوایم دیگه. برای بردش اومدم گفتم چی؟ گفتم x به توان 2 بزرگتر، میخوایم اینو بسازیم، بزرگتر مساوی 0. پس منفی x به توان 2 کوچکتر مساوی 0. پس 4 منهای x به توان 2 کوچکتر مساوی 4. پس جذر این کوچکتر مساوی 2 از طرفی هم چون جذره نمیتونه کوچکتر از 0 بشه که، پس حتما بزرگتر مساوی 0 هم هست. حالا طرف اینو با یه دونه 3 جمع میکنیم، پس میشه 3 کوچکتر مساوی 3 به اضافه رادیکال 4 منهای x به توان 2 کوچکتر مساوی 5. این دقیقاً خود تابع جی ایکسه و ما فهمیدیم که خود تابع و مقدار جی ایکس تو چه محدوده ای افتاده. خب پس برد تابع من میشه چی؟ میشه 3 و 5. این میشه چی؟ این میشه برد تابع من. بعد حالا سوال براتون پیش میاد، من خودم اگه بودم این سوال برام پیش میاد که تو بالا گفتی که میایم رادیکال 4 منهای x رو بزرگتر مساوی 0 قرار میدیم، بعد یه 3 باهاش جمع میکنیم و میگیم این چی هستش؟ بزرگتر مساوی 3. خب پایینم همین کارو میکردی دیگه. خب مگه رادیکال فرق داره با رادیکال؟ پایینم میگفتی 4 منهای x به توان 2 بزرگتر مساوی 0، بعد یه 3 باهاش جمع میکردی و حل میشد دیگه. چرا این کار نکردی؟
خب به نظر تو این دوتا فرقشون چیه؟ یعنی این با این، ببین زیر رادیکال ها متفاوته. الان من میخوام بهت نشون بدم که چرا پایینی اینجوری میشه و بالایی اونجوری میشه، که قاطی نکنی دیگه، که نگی آقا هر جا من رادیکال دیدم بزرگتر. نه اینجوری نیست. زیر رادیکال هم مهمه دیگه، زیر رادیکال هم مقادیری که میره زیر رادیکال هم مهمه دیگه. خب بیایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، چیزایی که زیر رادیکال رفتن. خب ببین اولی بود چی؟ اولی بود 3 به اضافه رادیکال 4 منهای x. من میخوام ببینم چی زیر این رادیکاله. یک عبارت به اسم چی؟ 4 منهای x. بیایم اینو رسمش بکنیم. 4 منهای یه خط دیگه، بلدیم از نهم بلدیم خط ها رو رسم کنیم دیگه. بفهمم من میخوام اینو رسمش کنم. خب طول از مبدأش میشه 4، عرض از مبدأش هم که میشه 4. بفرم این خط. خب این خط ماست، این خط 4 منهای x، این رفته زیر رادیکال. حالا ما میگیم چی؟ میگیم این فقط قسمت های بزرگتر از صفرش میتونه برای ما قابل قبول باشه، پس اینها نمیخوایم. بفهم اینا رو نمیخوایم. خب الان نگاه کن، اگر من بهت بگم برد این تابع خطی رو به من بده، همین تابع خطی بردشو به من بده، چیکار میکنی؟ میگیم مقادیر این تابع رو باید پیدا کنم روی محور وای، ببینم تو چه محدوده‌ای. خب اگر بیایم نظیر بکنیم، ببینید هر نقطه رو به خط وای نظیر بکنیم، ببینیم که از 0 شروع شد تا مثبت بی‌نهایت داره میره، چون این خط هی ادامه داره دیگه تا مثبت بی‌نهایت. پس نمیتونیم یک محدوده ثابت برش در نظر بگیریم. من اگه بخوام برد اینا حساب کنم، میگم آقا 4 منهای x همیشه بزرگتر مساوی 0. ببین از صفر که اینجاست همه این مقادیر رو میگیره میره بالا. این مقادیر نظیر کردن اینه دیگه، یعنی اینو روی نظیر میکنیم و میگیم مقادیر تابع میافته رو خط وای اینجوری. پس همه مقادیر بزرگتر مساوی 0 رو میگیره. حالا بریم اون یکی رو رسم کنیم، ببین اون یکی فرقش چیه. اون یکی چیه؟ اون یکی بود 4 منهای x به توان 2. زیر این چیه؟ 4 منهای x. اینم رسمش بکنیم. 4 منهای x به توان 2. رسمش بکنیم. چیه این؟ خب رسم اینو بلدیم دیگه الان دیگه. سهمیه دیگه. درسته؟ یه سهمیه که وارونه شده 4 واحد رفته بالا. 1 2 3 حالا 4 یه سهمی که وارونه شده 4 واحد رفته بالا. بفهم میشه سهمیه. برد اینو میتونی الان به من بگی فقط برای قسمت هایی که سهمی بزرگتر مساوی 0. پس ببین این میاد اینجا، اینم میاد اینجا. برد این میتونی به من بگی آره دیگه، میایم دونه دونه نقاط رو نظیر میکنیم. خب از اینجاست مقادیر تابع تا اینجا. این چیه؟ این 4، اینم 0. پس اینجا 4 منهای x به توان 2 خودش افتاد بین چی؟ 0 و 4. پس جذرش هم خب بنده خدا باید بیفته بین 0 و 2 دیگه. ببین ما تو بالایی محدوده این ور رو نداشتیم، این تا بی نهایت میرفت. اما تو پایینی چی؟ تو پایینی نه، تا بی نهایت نمیره، بنده خدا تا 4 میره، 4 بیشتر نمیتونه بره دیگه. پس قاعدتا این رادیکالش بین 0 و 2، ببین رادیکالش که همیشه بزرگتر مساوی 0 هست، اصلا اون که شکی توش نیست. ولی این که آیا دیگه تا آخر همیشه بزرگتر مساوی 0 فقط همین، یعنی دیگه از همه اعداد بزرگتره این تا بی نهایت؟ نه، میگیم این بنده خدا از 2 کمتره. چرا از 2 کمتره؟ چون زیر رادیکال نمیتونه از 4 بیشتر بشه. وقتی زیر یه رادیکال نمیتونه از 4 بیشتر بشه، خودش چجوری میتونه مثلا از 2 بیشتر بشه؟ خب به همین سادگی.
پس ببین ما قاطی نمی‌کنیم آقا این رادیکال رو من بنویسم بزرگتر مساوی صفر رو با 3 جمعش کنم درسته؟ میگم بزرگتر مساوی صفر که هست، ولی تو وقتی میگی بزرگتر مساوی صفر رو همینجوری ولش می‌کنی به امون خدا، یعنی زیر رادیکال میتونه از صفر تا مثبت بی‌نهایت بره، در حالی که من میدونم زیر این رادیکال یه سهمیه و یه سهمی نمیتونه که از صفر بره تا مثبت بی‌نهایت. این رسمش کردیم دیگه، یه سهمی بنده خدا تا 4 میره، پس باید این حدود 4 رو هم در نظر بگیریم براش. این مهمه، این خیلی مهمه. یعنی شما جاهایی که خط میبینی زیر رادیکال خب این زیر این بنده خدا یه خطه، یه خطه که از منفی 4 و 4 داره رد میشه و برای مقادیر بزرگتر مساوی صفر، چون زیر رادیکال به بزرگتر مساویه چی بشه؟ بزرگتر مساوی صفر بشه و از این خط میره مقادیر تابع. پس اینجاها مقادیر تابع منفیه، من نمیخوامش، مقادیرش رو اینجا مثبت و از اینجا میدونی دیگه مقدار تابع از صفر میره تا مثبت بی‌نهایت، روی خط دیگه حد بالا نمیتونم براش در نظر بگیرم، تا مثبت بی‌نهایت میره. پس به راحتی میتونم بگم رادیکال x منهای 4 بزرگتر مساوی صفر، همین یه 5 هم باش جمع میکنم تمام. پس برد این میشه 5 و مثبت بی‌نهایت. اما اگر جی x من باشد 2 به اضافه 9 منهای x به توان 2 یا نه x به توان 2 منهای 9، این چی؟ اینجا دیگه زیر رادیکال هم سهمیه و میدونم یه سهمی کله‌ای داره، یه عمقی داره، هر جا دلش بخواد که نمیتونه بره. خب حالا اینجا رو دوباره باید بررسی کنیم. خب میگیم این x به توان 2 بزرگتر مساوی صفره، x به توان 2 به اضافه 9 بزرگتر مساوی 3 هستش. خب پس رادیکال x به توان 2 به اضافه 9 بزرگتر مساوی 3. حالا طرفین رو با یه 2 جمع میکنیم، 2 به اضافه x به توان 2 منهای 9 بزرگتر مساوی 5. این برد رو ساختیم دیگه صفر هم نمیخواد، چون خودش گفته بزرگتر مساوی صفر. صفر رو وقتی مثلا در نظر میگرفتیم که این کوچیکتر مساوی 5 میشد، بعد میگفتیم خب حالا مقدار تابع از 5 کمتره پس از صفر هم بزرگتره، ولی اینجا خودش گفته دیگه از 5 بزرگتره. چرا؟ خب بیایم زیرش رو رسم بکنیم. x به توان 2 منهای 9 یه سهمیه، فرقش با سهمیه قبلی چی بود؟ سهمیه قبلی 4 منهای x، یعنی کله به سمت پایین بود، دهانه به سمت پایین بود، اینجا دهانه به سمت بالاست، یعنی یه سهمیه 9 واحد کشیدیمش پایین. یعنی مثلا اینجا 9 باشه منفی چیز باشه دیگه، اینجا منفی 9، اینجا 3، اینجا منفی 3، یعنی اینجوری میاد از اینجا هم رد میشه. خب اوکی. خب حالا ما مقادیر مثبت اینو میخوایم، یعنی این قسمت هایی که زیر x افتاده که مقدارهای منفیه ما اینو نمیخوایم، فقط قسمت مثبت رو میخوایم. آها اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن، ببین تو قسمت های مثبت، توی قسمت های مثبت اصلا من فکر کنم این قسمت بالا رو من اشتباه کردم. آره این اشتباه نوشتیم. چرا این اشتباه نوشتیم؟ چون من منفی این درجا دارم، پس میگم x به توان 2 بزرگتر مساوی 0، پس x به توان 2 منهای 9 بزرگتر مساوی چی هستش؟ حالا میگم منهای 9 از همه طرفین کم بکنیم، خب این تساوی که اصلا معنی نداره. خب x به توان 2 بزرگتر مساوی منفی 9، اوکی. خب x به توان 2 منهای 9 بود، خب از طرفین جذر بگیریم. خب نمیتونیم از طرفین جذر بگیریم. چرا نمیتونیم از طرفین جذر؟ خب یه طرفش منفیه، پس این در واقع باید بزرگتر مساوی 0 بشه همیشه، چون زیر رادیکال دیگه، زیر رادیکال میشه بزرگتر مساوی 0.
حالا اینجا دیگه راحت از طرف این جذر بگیریم، همین اتفاق میفته. ولی ما اینجا رسمش کردیم. خب ببین ما اینجا رسمش کردیم، میبینی قشنگ مقادیر تابع اتفاقا دقیقا از صفر شروع شدن تا مثبت بی‌نهایت. پس به راحتی دیگه میتونم بگم x به توان 2 منهای 9 فقط بزرگتر مساوی صفر. تمام. پس ببین اینا رو حفظ نمی کنیم که آقا اگر اینجوری اومد اونجوری، اگر اینجوری اومد اونجوری. نه ببین با رسم قشنگ میفهمیم چه خبره. پس من اگه بخوام یه جمع‌بندی بکنم برات، یه f(x) داشتیم که مثلا میومد با یه دوی یه چیزی، یه خط این زیر بود 2 منهای x، یه خط بود. ما میگفتیم آقا خط محدوده خاصی رو نمیتونیم چیز بکنیم، یعنی توی یه محدوده خاصی نمیتونیم محدودش بکنیم. این خط رو بخوایم رسمش کنیم، اول اینکه میدونم زیر رادیکال دامنه رو تعیین میکنم، بزرگتر مساوی صفره همیشه از این. پس x کوچکتر مساوی 2. پس حالا دامنمون میشه منفی بی‌نهایت، اینم 2. خب زیر رادیکال یه خطه، 2 منهای x رو رسم بکنیم، خط 2 منهای x رو رسمش بکنیم. خب اینجا 2، اینجا هم 2. خب این خطشه 2 منهای x. گفتیم 2 منهای x بزرگتر مساوی 0. پس این قسمت رو نمیخوایم. مقادیر تابع رو نگاه کن، از 0 تا مثبت بی‌نهایت، مقادیر زیر رادیکال. پس از همینجا نتیجه میگیریم که رادیکال 2 منهای x بزرگتر مساوی 0. تمام. به همین راحتی. یعنی وقتی که من میبینم که زیر رادیکالم، مقادیر زیر رادیکالم از 0 تا مثبت بی‌نهایت، پس خود رادیکال من بزرگتر از 0 دیگه، از 0 تا مثبت بزرگتر مساوی 0. حالا دوباره تابع رو میسازیم، همچین چیزی میشه. پس این میشه بردش. پس بردش شد 2 تا مثبت بی‌نهایت. این یه حالت بعدی وقتی بود سهمیه میومد زیرش دیگه. گفتیم اینا رو حفظش هم نمی کنیم، ولی خب حالا من دارم مرتب اینا رو برات می نویسم که بفهمی. سهمیه میاد زیرش. اولین کار دامنه رو تعیین میکنیم. -1 -1 بین دو ریشه مخالف، پس مثبت منفی. کجا رو میخوایم؟ دقیقاً قسمت مثبت رو میخوایم. پس دامنه من میشه بین -1 و زیر رادیکال هم میشه باید مثبت باشه. خب زیر رادیکال هم هست 1 منهای x به توان 2. اگه بخوام این رو رسمش بکنم، یه سهمیه که به سمت پایین، دهانه به سمت پایینه، یه واحد بردمش بالا. پس میشه همچین چیزی. گفتیم 1 منهای x2 بزرگتر مساوی 0. پس من این قسمت ها رو نمیخوام بفهمم. خب یه واحد بردیمش بالا دیگه، آره پس اینم 1. پس میفهمم که اینجا 1 منهای x به توان 2 بین 0 و 1. پس به طور قطع رادیکالش هم بین رادیکال 0 و 1. رادیکال 1 میشه 1. حالا طرفین ما یه دونه 1 جمع میکنیم. و به راحتی میتونیم بگیم برد تابع هستش از 1 و 2. این یک روش. حتما این چیزی هم که الان بهت میگم بنویس. یعنی تو اینجور سوالات بنویس آقا x به توان 2 بزرگتر مساوی 0، بعد منفی x به توان 2 کوچکتر از 0، 1 منهای x به توان 2 کوچکتر مساوی 1. و از طرف 1 منهای x به توان 2 باید بزرگتر مساوی 0 هم باشه. 1 منهای x به توان 2 باید بزرگتر مساوی 0 هم باشه. پس 0 بین این دو تاست. بفرما. و حالا دوباره از طرف این جذر بگیرید و ادامه کار مثل بالا. یعنی اینم بنویسید. این یه حالت بعدی سهمی بود زیر رادیکال. سهمیه زیر رادیکال بود. اما فرقش یه چیزی بود. فرقش این بود که البته بذارید یه چیزی بهت بگم بچه‌ها. این
سهمی که من کشیدم، این سهمی که من کشیدم، این 1 منهای ایکس به توان 2 این رادیکال 1 منهای ایکس به توان 2 نیست ها. یعنی شکل رادیکال 1 منهای ایکس 2 یه چیز دیگه است، سهمی نیست. این صرفا زیر رادیکال کشیدن که ببینیم محدوده زیر رادیکال چیه. همین حواست باشه. این یه سهمیه فقط. این رادیکال 1 منهای ایکس به توان 2 نیست. چون رادیکال 1 منهای ایکس به توان 2 یه شکل دیگه ای میتونه داشته باشه. که حالا تو 11 هم برات میگم. خب یه سهمی مدل سهمی دیگه هم داشتیم. این بود. درسته؟ خب دامنه این دیگه اچ. دامنه تابع اچ من اینه، یک ایکس به توان 2 منهای 1 باید بزرگتر مساوی 0 بشه. خب ریشه ها منفی 1 مثبت 1، اینجا منفی مثبت مثبت، بین دو ریشه مخالف علامت. اینجاها رو میخوام، اینجاها رو میخوام. پس دامنه من هستش از منفی بی نهایت تا منفی 1، اجتماعش از 1 تا مثبت بی نهایت. این هست. بردش چی میشه؟ گفتیم زیر رادیکال رو رسمش بکنیم. یه سهمی دهانه به سمت بالا که 1 واحد آوردیمش پایین، منفی 1 یعنی 1 واحد بیارش پایین. خب بفرما. خب حالا گفته x به توان 2 منهای 1 باید بزرگتر مساوی 0 بشه، پس دامنه رو هم اینجا تأثیر میدیم، یعنی اینا پاک بشه، اینا هم پاک بشه، فقط همین میمونه. و میبینیم که مقادیر x به توان 2 منهای 1 تو این حالت از 0 تا مثبت بی نهایت. پس میگیم x به توان 2 منهای 1 بزرگتر مساوی 0، رادیکالش هم بزرگتر مساوی 0. حالا یه 2 هم باش جمع میکنیم، میشه 2 به اضافه x به توان 2 منهای 1 بزرگتر مساوی 2. پس بردش میشه چی؟ بردش میشه 2 تا مثبت بی نهایت. پس ببین ما یه برد داشتیم 2 تا مثبت بی نهایت، یه برد داشتیم که دقیقاً افتاد بین 1 و مثلا 2. مهم اینه که این زیر رادیکاله چی باشه. ببین بردها رو اینجوری دیگه باید حساب کنیم، یعنی ما ببینیم که این مقادیر تابع چیه. خب حالا یه مثال با هم حل بکنیم. اگر f(x) x به توان 2 به اضافه 4 به اضافه 9 باشد، برد اینو تعیین کن. بردش رو تعیین کن. برد یعنی چی؟ برد یعنی که مقادیر تابع چون محدوده‌ای قرار میگیرن. دامنش میشه چی؟ دامنش میشه r، چون یه چند جمله‌ایه. هیچ جایی توی چند جمله ما حالتی پیش نمیاد که بگیم تو این حالت این اتفاق تو ریاضی تعریف نشده است. ما گفتیم دیگه مثلا تابع کسری 0 تو مخرج نباید باشه، تابع رادیکالی زیر رادیکال نباید کوچیک‌تر از 0 باشه، اما تابع چند جمله‌ای اینجوری نیست. تابع چند جمله‌ای اینجوری نیست. تابع چند جمله‌ای همونجا تعریف شده است دیگه. جایی نیست که بگیم این حالت توی تابع چند جمله‌ای مثلا توی ریاضی تعریف نشده است، بگیم دامنه رو اینجوری در نظر میگیریم. دیگه دامنه تابع چند جمله‌ای همیشه آره. خب پس دامنش هستش آر. بردش چی؟ محدوده x رو، محدوده مقدار تابع رو باید پیدا کنیم. خب اینجا داشتیم که ما بردش چجور به دست بیارم. بچه یکی از تکنیک های کارهایی که ما انجام میدادیم همین الانم بهت گفتم این بود که مثلا زیر رادیکال سهمیه، این سهمی رو رسم می‌کردیم، بعد میگفتیم تو چه محدوده‌ای قرار گرفته. خب اینجا خودش سهمیه. خب یه سهمی چه شکلیه؟ یه سهمی دهانه به سمت بالا. پس من یک سهمی دهانه به سمت بالا دارم. خب همین الان تو میتونی برد این سهمی رو به من بدی؟ مثلا من بگم محدوده مقادیر سهمی چی میشه؟ خب تو میگه از اینجا که داره به بی‌نهایت میره، اینجا که به بی‌نهایت میره.
پس سقفش رو نمیتونم تعیین کنم. بله خب سقفش تعیین نمیشه، سقفش بی‌نهایته. کفش چی؟ بله کفش رو دارم. اینجا چی بود؟ اینجا مگه رأس سهمی نبود؟ آره. خب مقدار اینجا چی بود؟ گفتیم هستش منفی بی به 2 و منفی دلتا به 4a. مقدارش اینه دیگه، مؤلف دومه، مقدارش اینه. خب اگر من مثلا اینجا محور وای باشه، حالا این سهمی که ریشه داره، خب همینجور دارم یه چیزی میکشم که رو محور وای ببینید. اگر نظیر بکنم این نقطه میشه منفی دلتا به 4a. سقفش میشه چی؟ بی‌نهایت میشه دیگه. پس بخوام بردش رو تعیین کنم گفتم مقادیر تابع، یعنی اون قسمت هایی که رو محور وای میفته. خب یعنی محدوده یا تصویر رو محور وای. خب به راحتی میتونم بگم دیگه آقا از منفی دلتا به 4a تا مثبت بی‌نهایت دیگه. بفهم منفی دلتا به 4 تا مثبت بی‌نهایت، این سهمیه دیگه. حالا اگه این سهمی شکلش اینجوریه، نه شکلش اینجوری نیست، چون باید بیایم ریشه هاش هم تعیین کنیم. باید چیکار کنیم؟ باید ریشه هاش هم تعیین کنیم. ولی خب این سهمی x به توان 2 به اضافه 4 x به اضافه 9 ریشه هاش دلتاشو باید حساب کنیم. دلتاش میشه 16 بنای 36، دلتاش کوچیک‌تر از 0. خب خدا رو شکر درست کشیدیمش و ریشه نداره، همین شکل میشه دقیقاً. فقط این از بالا یه 9 رو رد میکنه که حالا ما دیگه نکشینیم. یه 9 رو رد میکنه یعنی محور وای رو تو نقطه 9 قطع میکنه، منظورم اینه. خب پس ببین از رأس به بالا، از رأس به بالا اگه سهمی یه جوری میدادم که دهانه به سمت پایین باشه چی؟ سهمی یه جوری میدادیم که دهانه به سمت پایین بود. خب بازم میگفتیم چی؟ برد رو میخوای تعیین کنی، نظیر کن نقاط رو روی محور وای از اینجا تا منفی بی‌نهایت میره. اینجا چیه؟ اینجا بازم همون منفی دلتا به 4 است. اینجا برد میشه چی؟ اینجا برد میشه منفی بی‌نهایت منفی دلتا به 4 تمام شد. اینجا برد، یعنی مقادیر. پس ببین اگه یک سهمی رو هم بهت داد و گفت بردش رو تعیین کن، تو میگی آقا سهمی یا اینجوریه یا اینجوری، یا به سمت بالاست یا به سمت پایینه. خب اگر به سمت بالا باشه بردش میشه از این نقطه تا بی‌نهایت. اگه به سمت پایین باشه خب بردش میشه از این نقطه تا بی‌نهایت، منفی بی‌نهایت. سخته؟ نه، درک خیلی ساده ای هم داره. خب من جو فهمیدم دیگه برد این میشه چی؟ بردش حساب کنیم دیگه. دلتاش شد بی به توان 2 بنای 4 هستی، یعنی میشه 16 بنای 36. دلتا شد منفی 20. خب منفی 20 میشه 20. آم که 1 4 تا مثبت بی‌نهایت، یعنی چی؟ یعنی 5 تا مثبت بی‌نهایت. این میشه چی؟ این میشه چی؟ این میشه برد تابع من. این میشه چی؟ برد تابع من. آیا جور دیگه هم میشه حل کرد؟ آره یه جور دیگه هم میشه حل کرد، ولی خب یه خورده سخته. سختش هم اینه که من اینجا میبینم x به توان 2 به اضافه 4x به اضافه 9. درسته؟ خب من تا اینجاش که میرم آدم خوشحالیم. چرا؟ چون تا اینجا شبیه اتحاد مربع دو جمله‌ایه. x به اضافه 2 به توان 2 میشه چی؟ میشه x به توان 2 به اضافه 4x به اضافه 4. ولی جلوتر که میرم به یک 9 میخورم. میگم این 9 رو میشکنم، یه 4 به اضافه 5 ازش میکشم بیرون، 4 رو برمیدارم برای خودم و یک اتحاد مربع میسازم. خیلی خلاقانه است. این بالایی اصلا خلاقیت نداشت، سهمیه، پس یه رأس داره به سمت بالا، یه رأس داره به سمت پایین. هیچ خلاقیتی هم نداره دیگه. ما میفهمیم سهمی چیه، چه شکلیه، رأس داره، محاسبات سهمی رو گفتیم قبلا و الان به راحتی میتونیم بردش حساب کنیم، ولی اینجا خلاقیت داره. پس اینجا راهیه که آقا ممکنه به ذهن من نرسه.
سر جلسه یک کنکور به ذهن من دانش آموز نرسه، چیکار کنم؟ خب راه حل بالایی که بهت گفتم، عزاشو نگیر، نشین عزا بگیر که ای بابا من اینو بلد نیستم، نه، راه حل بالایی بهت گفتم و به راحتی میتونی حلش بکنی. خب پس من از این نوحه 4 قرض میگیرم، میگم آقا یه نوحه 4 به ما بده، ما مربع کامل بشیم، یه 5 برای خودت نگه دار. و این میشه چی؟ این دقیقاً میشه x به اضافه 2 به توان 2 و جواب میشه چی؟ میشه x به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 5. این میشه تابع من. خب حالا چجوری برد اینو تعیین کنیم؟ خب خیلی ساده است. بردش میشه چی؟ میگیم x به اضافه 2 به توان 2 بزرگتر مساوی 0 هم میشه، چون توان 2 یه 5 بهش جمع میکنیم بزرگتر مساوی 5 میشه. پس برد ما میشه چی؟ میشه 5 تا مثبت بی‌نهایتی، میشه برد تابع من. خب بالا چی شد؟ سهمیه رو رسم کردیم، 5 تا مثبت من، فرق نمیکنه. و خب پایینیه یه خلاقیت داشت دیگه، باید از یه نوحه 4 قرض میگرفتیم، همین. پس نه الان انواع و اقسام مختلف برد رو برات گفتم، فقط میمونه یک حالت خاص که به وسیله واسطه حسابی میگیمش که الان تو دهم ما اینو مطرح نمی کنیم، میذاریمش انشالله توی بحث 11 این رو مطرح خواهیم کرد. پس این انواع اقسام برد رو گفتم دیگه. اگه بخوای خیلی هم دیگه ازت سوالات سخت برد بپرسن که تهش همینه، تهش اینه که یه سهمیه برعکس میندازن زیر رادیکال بهت میدن و ازت بردشو میخوان که 2 تا راه حل خیلی قشنگ و شیرین برات گفتم که با هر 2 تا راه حل میتونی بردش رو حساب کنی که به توصیه کردم هر 2 تا راه حل رو هم سر جلسه امتحان بنویسی. اگرم خب توی تست ها اومد، خب دیگه اصلا ریاضی به راه حل نیست، همین سهمیه رو استفاده کنی کافیه.